یه انسان بگه من مسلمانم، الحمدلله الحمدلله، وقت زنا بکند مسلمان است، وقت دروغ بگه مسلمان ای، وقت بینماز باشه مسلمان ای، وقت اطاعت خدا و پیغمبر نکرد مسلمان ای، وقت حرام خود مسلمان ای، به فرضیت نماز ایمان نداشته باشد. همینجا اگر در مسجد حالی ما نماز شام خواندیم، باور کنید از وعره مردم که استادیوم در پشت مسجد ای، 100 نفر بچه مسلمان، مگر مسلمانی همون است که از آن بشنوی مسجد نبیایید؟ چی دعوای دروغ است؟ دعوای دروغ به درد نمیخورد. مسلمان کسی است که مسلمانی داشته باشد. مسلمان کسی را میگن که امر و نهی پروردگار حلقه گوشش باشد. مسلمان کسی را میگن ای خدا بترسه. مسلمان کسی را میگن که فرمان خدا در او قطعی باشد. یعنی هیچ کاری دنیا برای مسلمان اعظم بالاتر از کار الله نباشه. برادران عزیز، کار الله